خدمتتون عرض کنم ببینید اعتقاد داشتن کف معبد سلیمان شطرنجی بوده و میگن از کف شطرنجی برای احضار اجنه استفاده میشه. بین دو ستون کف شطرنجی احضار اجنه. یه نکته اینجا بهتون بگم، دوستانم که فیلم برداری میکنن خواهشاً بعدا اینو قطعش بکنن. ما تو زمینه فراماسونی نزدیک 3-4 سال که خوب کاوش کردیم به مسئله رسیدیم که واقعا اینا با همچین مسائلی درگیرن. به ما گفتن که یه بنده خدایی توی یکی از دهاتای سبزوار جن احضار میکنه. گفتیم بریم پیشش. رفتیم گفتن آدم سالمی، چون پیش اینا اصلا و ابدا نرید، برید تمامه. یعنی دیگه بازگشت خیلی سخته. تمام ریز و درشت زندگیتون میدونن. صرف این که بری ولایتشو قبول کردی. یعنی قبول داری خدا کاری نیست، من مشکلم آوردم پیش این. بعد ما با دید پژوهشی و کل خدا پیغمبر اینا چی بود گفتن آدم سالمیه. رفتیم و بعد این گفتش که من نمیتونم خودم ببینمشون، من گناهکارم. برید یه بچه بیگناه بیارید، بچه صغیر بیارید. بعد ما گفتیم بچه رو خودمون ببریم که به سن تکلیف نره، که پس فردا آدم خودش نباشه. آقا یکی از این آشناها رو گرفتیم و برداشتیم بردیم گذاشت. خدا شاهده، خدا گواهه. یه دونه چیز برداشت آورد گذاشت کاسه آب اول، که تو فیلم کنستانتین هم کاسه آبو می‌بینی شما. بعد خدمتتون عرض بکنم که آینه دوم برداشت گذاشت. سومی چیزی که توی کیسه پارچه‌ای داشت در آورد، من مو به تنم سیخ شد. صفحه شطرنجی بود گذاشت روزم. بعد گفتم این چیه؟ به سبزواری گفت تا نباشن نمیان، تا این نباشه نمیان. بعد این بچه خدا گواهی اینجوری میکرد، من الان خودم یادم میاد، خودم میترسم. بهش میگفت این چه رنگیه؟ میگفت سیاهه. میگفت این چه رنگی؟ سفیده. همینجوری دونه دونه این پیش میرفت. 4-5 چند بار اینو هی تمومش کرد، دوباره از اول اومد. مثل صفحه شطرنج قشنگ. اما کوچکتر بود، خونه‌هاش هم بیشتر بود. مثلا 8x8 نبود، مثلا 10x10 بود. همینجوری گفت تو این هین میدونی طرف چی میگفت؟ میگفت احذروا به حق فلان، احذروا به حق فلان، احذر حاضر شوید به حق فلان. عربیش هم میشه. اون فلان نمیگفت، یه چیزی من یادم نمونده. آقا به یک بار این رسید اون وسط بهم گفت به بچه‌م گفت چه رنگیه؟ میگفت آبی، چیز سفیده و سیاه. سفید سیاه همینجوری میرفت. هی میگفت احذروا، یه دونه از این میپرسید. یهویی وسط گفت بچه گفت آبیه، قرمز، سبز فلان. بعد میگفت من میبینمشون تو آب. ما هیچ چی نمیدیدیم خدا. ما هیچ چی نمیدیدیم. اصلا نه صدایی نه هیچ. بچه میدید قشنگ مترجم شد. میگفت فلان میخوام، ما چیز میخوام. قشنگ یادمه گفتش که ما نرم قند میخوایم. این قند ریخت تو این کاسه آب. این کاسه آب قشنگ شده مثل صفحه تلویزیونی. بعد بهش گفتم این صفحه شطرنجی. بدبخت نه اسم اصلا صهیونیسم شنیده بود، نه فراماسون، ته دهات نمیدونست چی به چیه. دوست عزیزم، شاید توی مذهب تو تأکید شده که شطرنج به صفحش نگاه نکنی، همینه. شاید دلیل، من فقیه نیستم اما اعتقاد پیدا کردم این دین نظیر نداره. علمیه تمام چیزش، اعتقاد راسخ پیدا کردم. این همه آقا تو دانشگاه ما درس خوندیم، هر لحظه همین برام اثبات شد. میدونی چرا؟ مگه مشروب حرام نیست تو اسلام؟ چرا؟ نگاه کردن به مشروب حرامه؟ نه خیر. خیلی چیزا مثلا خوردنش گوشت خوک حرامه، به خوک نگاه کنی حرامه؟ نه. اما اینجا میگه شطرنج حرامه، صفحه شطرنج هم نگاه کنی حرامه. البته من کار ندارم باز بگم مثلا فلان مرجع اینو گفته اون یکی، کار ندارم. من به عنوان پژوهشگر حرف خودمو میزنم، میگم شاید. درسته؟